بینندگان عزیز سلام. این بعد صحبت میکنیم پیرامون داستان جنگ رستم با اسفندیار. در صحبت ما هستند مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان بهروز ذبیح الله. شما رو با برنامه خیر مقدم میگم. تشکر. در صحبت پیشین ما پیرامون 7 خان اسفندیار صحبت کردیم و تا جای آمدیم که او بر توران غالب آمد و خواهران خود را از قبض تورانیان خلاص کرد و این روز صحبت میکنیم پیرامون جنگ رستم با اسفندیار که خیلی خاصه به نظر میرسد، زیرا رستم و اسفندیار دو قهرمان اشدی یا قهرمان اساسی در کشور ایران به حساب میروند. چرا این دو پهلوان بین هم جنگیدند؟ بینندگان عزیز در خاطر داشته باشند در برنامه گذشته ذکر شده بود، جنگ در این داستان برای تخت و تاج می رود و وقتی که اسفندیار بر ارجاسپ غلبه کرد، خواهرانش را از بند آزاد کرد و دین زردشتی را در هند و روم و توران زمین پیاده کرد، آمد که تخت و تاج را بعد گشتاسپ به او واگذار میکرد. اما گشتاسپ یک پادشاه بسیار خودخواه و حیله‌گر بود و به بهانه‌های گوناگون نمیخواست تختی پادشاهی را به اسفندیار واگذار کند. داستان این گونه شروع میشود که اسفندیار از بارگاه شاه گشتاسپ بسیار خشمگین بیرون آمد و به قرارگاه خود رفت و به میگساری مشغول شد. کتایون مادرش به نزد او آمد، سبب خشم و نفرتش را پرسید و او گفت که گشتاسپ پدرش هنوز هم نامهربانی میکند، به وعده های خود وفا نمیکند و تخت پادشاهی را به او واگذار نکرده است. کتایون او را نصیحت کرد تا آرام شود، گفت فقط یک تاج شاهی است که در دست گشتاسپ هست، دیگر تمام امور دولتداری در ایران زمین به دست تو است. تو هم سپهسالار ارتش هستی، هم سروزیر این مملکت هستی، همه قدرت در دست تو است. اما اسفندیار قانع نشد و او پدرش را گشتاسپ را به درویی و فریبگری و ریاکاری متهم کرد. گشتاسپ از این وضعیت آگاه شد و اسفندیار را به بارگاه فراخواند. اسفندیار با تمام قدرت و مهارت تمامی که داشت، تمام آن کارنمایی هایی که در گذشته کرده بود بار دیگر روایت کرد، قصه کرد و پدرش و از او گله کرد که چرا هنوز هم به وعده‌اش وفا نمی کند. گشتاسپ یک شرطی تازه نزد اسفندیار گذاشت و او گفت که درست است که شما توران را شکست دادید، روم و هند را به دین زردشتی گراییدید، اما هنوز ما در این سرزمین در زابل یک رقیب و یک دشمن داریم با نام زال و رستم که او از ما اطاعت نمی کند و سرکشی می کند و به دین زردشتی نگرویده است. اگر شما رستم را در بند کرده تابع کنید و به بارگاه من بیارید، من تا تخت را به شما می سپارم. یعنی با همین حیله ها گشتاسپ باز او را آواره کرد، زیرا گشتاسپ می دانست گشتاسپ با جاماس وقتی بررسی کرد، اون وزیر خردمند و اخترشناس، از سرنوشت اسفندیار سوال کرد و گشتاسپ به او گفته بود که در جنگی که بین رستم و اسفندیار برگزار می شود، اسفندیار کشته می شود و این را بهانه کرد. گشتاسپ فرصت خوبی بود که با همین بهانه از اسفندیار، از فرزند خودش خلاص می شود و او را قصدن و عمدن به جنگ رستم تشویق کرد. یعنی پدر میدونست که پسر کشته می شود؟ میدونست. در گفتگو که با مادرش کتایون می رفت، او احساس کرد و وقتی او را این شرط را واگذار کرد، او ناگزیر قبول کرد. کتایون مادرش او را نصیحت های زیاد کرد که نباید به جنگ رستم بروی، زیرا رستم پهلوان ایران زمین است، او را کاووس شاه شیرگیر میدانست، هیچ کس تا کنون در تاریخ بر رستم پیروز نشده است و شاید تو هم کشته شوی و از این کار خواست فرزندش اسفندیار را
دست بکشد و به جنگ رستم نرود. اسفندیار با دست بهمن یعنی پسرش پیام راهی میکند به رستم. بله، رستم قائل بود وقتی نزدیک زابل رسید نخواست که با لشکرش وارد زابل شود، بلکه به خاطر احترام به رستم به این نتیجه رسیدند که در بیرون از شهر در یک جای آنها باید دیگر ملاقات کنند و این مصلحت‌های خود را، مشورت‌های خود را درباره دستور شاه با رستم در میان بگذارد و او به این خاطر فرزندش بهمن را دستور داد که وارد زابل شود و رستم را برای مشورت فراخواند. بهمن پسر اسفندیار وارد زابل شد و وقتی دیدند که سوار می آید زود دریافتند که کسی هست، شاهزاده است و زال به استقبال بهمن آمد و با او درود و سلام گفت و گفت از سیمایت معلوم است که شاهزاده هستی و از گشتاسپی ها هستی و او خود را بعد معرفی کرد که من فرزندی بهمن هستم. او را به خانش دعوت کرد اما او نپذیرفت. گفت چه کار داری؟ گفت با رستم ما کار داریم، پیامی برای رستم دارم. در همین پیامی اسفندیار بر رستم که به دست بهمن فرستاده بود همون رنجش های اجدادی که از پیش بین این دو خاندان بود ذکر شده است. میگوید که چو او شهر ایران به گشتاسپ داد، یعنی کیخسرو وقتی که تخت را به گشتاسپ داد، نیامد تو را هیچ زان تخت یاد، سوی او یک نامه ننوشته ای، از آرایشی بندگی گشته ای. رستم را میگوید نرفتی به درگاهی او بندوار، نخواهی به گیتی کسی شهریار، کرانه گرفتستی اندر جهان، که داری همه خویشتن را نهان. همه جوستم از تو من آرام شاه، ولیکن همه از تو دیدم گناه. خب زال میگوید که رستم در شکارگاه هست و شما در این بارگاه ما باشید تا او رو دعوت کنیم. اما بهمن میگوید که نه، دستور من بسیار شتاب زده است و من اجازت ندارم که در زابل بمانم، یک نفر با من همراه کنید که مرا به شکارگاه برد. و زال هم ناچار یک نفری را همراه بهمن میکند و او را به شکارگاه میبرند. وقتی میگه بهمن از بالا از بلندی کوه در شکارگاه برآمد، نگاه کرد که رستم در اون مرغزار در پایان نشسته است، گوره را کباب کردن و استراحت میکند و رخشش هم در دشت برای خود میچرد. و این پهلوان را بار اول که دید، هیبت و عظمت رستم او را پخش کرد و گفت بیشک اگر جنگ میان اسفندیار و رستم رخ دهد، این پهلوان اسفندیار یعنی پدرش را نابود خواهد کرد. بنابراین یک سنگ را از اون بلندی برداشت و به سوی رستم پرتاب کرد و وقتی میگه سنگ از او بلندی به سمت رستم میرفت، زواره حرکت سنگ را دید، صدای سنگ را از اون کوه بلند شنید و رستم را هشدار داد، بانگ زد که احتیاط کن که سنگ به سمتت می آید. رستم پهلوان با همان نگاهی کرد و از جایش نجوم بود. وقتی که سنگ با اون نزدیک شد، گفت با پاشنه پایش سنگ را یک لگدی زد و از خود دور کرد و این حالت بهمن را دوباره شگفت زده کرد و او به ناچار آمد به نزد رستم و آشنا شدند. پیام اسفندیار را به رستم داد، رستم او را سریخان نشاند، اما گفت من فرصتی زیاد ندارم، باید پاسخ شما را برگردانم و گفت که اسفندیار با همین قصد آمده است که شما را دست بسته به نزد گشتاسپ ببرند. قضیه ماجرا شروع می شود. استاد احتمال بود که مثلا همین مناقشه بین همین دو قهرمان یا که دو پهلوان نشود؟ در همین داستان هم خود فردوسی هم تمام چاره و تدبیرها را اندیشیده است که همین برخورد نشود، اما این ناگزیر بود. چون که در اینجا جنگ دو قهرمان است که یکی نماینده هویتی میلی است، یکی نماینده
هویت دینی. یعنی اسفندیار قهرمان است، پهلوان است که برای دین می جنگد و رستم پهلوان نامدار است که برای ایران زمین، برای وطنش می جنگد. جنگ تا جایی که مثلا معلوم است تا یک حد می رسد که هر دو قهرمان استادگری می کنند. خوب و بین آنها باز صحبت ها صورت می گیرد و مسئله های مرز و بوم و دیگر عرف و عادت دیگر چی آنجا به میان می آید. بسیار بلندش همون ملاقات رستم با اسفندیار است. بله. که و بین آنها گفتگوزاری می شود. رستم او را دعوت می کند که مهمان او شوند در زابل، اما اسفندیار رد می کند و اسفندیار می گوید که مهمان من باش. میگه من آماده می شوم، شما وقتی شام شد نفر بفرست مرا دعوت کن، من مهمان شما میشم. که اسفندیار از رایش بر میگردد و میگوید که او کیست که ما او را به مهمانی بخوانیم، یعنی وعده خلافی میکند و رستم را به مهمانی دعوت نمیکند. فردا که اونها به هم میآیند رستم این نکته را یادآوری میکند که از آیین جوانمردی نیست که تو ما را وعده دادی به مهمانی خواندی و بعدا دعوت نکردی. و در همان جا دست هم میفشارند و میگوید رستم، اسفندیار دستی رستم را فشرد که از نوک انگشتانش زهراب چکید، اینقدر قوی دست بود. و بعد وقتی نوبت رستم میآید رستم میگه دست اسفندیار را چنان فشرد که خون در چهره و دست و رگ‌هایش دمید، چهرهش تغییر کرد. یعنی یک قدرت نمایی کردن اول از این جهت. و بعد از اون رستم، اسفندیار با رستم وعده داد که اگر شما تسلیم شوید و دست بسته من شما را به نزد گوشتاس شاه ببرم، در آنجا میان روی میکنم و من شما را آزاد خواهم کرد و من به تخت شاهی بنشینم. اما رستم به این پیشنهاد کودکانه راضی نشد و بعد بین اونها با یک بحث دیگر درباره نژاد اولاد می رود که رستم، اسفندیار که جوان بود، در شاهنامه آمده است که در زمانی که رستم با اسفندیار جنگ میکرد رستم 600 ساله بوده است. و اسفندیار با کنایه اونا را بر رستم میگوید، از بر نژادش میخندد و بر زال میخندد که شنیدم که پدر شما که به دنیا آمد یک دیو صورتی بود که سام از او رو گردان، او را در کوهستانات بور انداخت در یک کوهستان تا اینکه حتی سیمرغ آمد و میخواست او را برده لقمه بچه هایش کند که بچه های او هم آر کردن و او به همین واسطه زنده ماند. و همین گفتگوزار بین رستم و اسفندیار از جالبترین نقطه هایی است که در آنجا می رود. بعد رستم رد می کند این گفته های اسفندیار را و میگوید که همه میدانند که ما از اولاد سام نریمان هستیم و سام نریمان کی بود و بعد شجرش را بر میخوند و میگد اولاد ما به جمشید شاه میرسد. میگد جهاندار داند که دستان سام بزرگ است و با دانش و نیک نام، همان سام پوری نریمان بوده است، نریمان گرد از کریمان بوده است، چنان تا به گرشاس دارند زاد، به جمشید آرند یک سر نژاد. و نقطه از همه مهمی دیگری که اما اسفندیار در همین بحث به چی می نازد؟ به این است که او پهن کننده، ترویج کننده دین زردشتی است. او یک پهلوان دینی است و از این که افراد زیادی را در توران زمین و هند و چین و روم و ایران زمین کشته است می فخرد. با مردی من آن باره را بیستدم، بتان را همه بر زمین برزدم، برافروختم آتشی زرد و هیشت، که با مجمر آورده بود از بهشت. هر آن کس که برگشت از راه دین، بکشتم به میدان توران و چین. تمام کوشش ها و بحث ها و مصلحت ها و نصیحت ها که رستم تلاش زیاد میکند و او اسفندیار رو بسیار میستاید
که همین جنگ رخ ندهد و اسفندیار باید زنده باشد، در پهلوی رستم باشد. اما اختلاف عقیدتی متاسفانه این اجازت را نداد و هوای هوسی تاج و تخت اسفندیار را از خرد و خردورزی دور کرد و جنگ ناگزیر بین این دو پهلوان ایرانی رخ داد. و حتی تاجوی اسفندیار هم چون جوان بود خیلی زخم‌های زیادی بر تن رستم میزند. وقتی بعد نبرد شروع می شود، در نبرد برتری اسفندیار که پهلوان بسیار جوان است معین می شود. رستم این مرد کارکشته که عمر در نبردها و در رزم سپری کرده است، این نقطه را درک می کند که اسفندیار یک شخصیت، یک پهلوان بسیار قوی و شکست ناپذیر است و فردوسی هم در شاهنامه از او پهلوان رویینتن نام میبرد. همچون صفت دیگر در شاهنامه هیچ پهلوان دیگر نداشت که حتی در وقت جنگ که اینا انجام میدهند با گرز و با شمشیر و با نیزه و با هر چی جنگ میکنن همه ابزارها شکسته و پاره میشوند و هیچ رستم احساس میکند که با هیچ سلاحی در بدن اسفندیار کار نمیکند. رستم زخمی شده بود، افسرده شده بود، ابگار شده بود، خونشار شده بود، ولی به اسفندیار هیچ ضرری نرسیده بود. در وقتی که جنگ ادامه داشت، لشکرهای اینها در حاشیه اجازه نداشتند. چنان جنگ طولانی می شود که اینا نگران می شوند. بعد میگه زواره برادر رستم حرکت میکند تا ببیند که چه حادثه رخ داده است. وقتی رخش را میبیند از دور، رستم بالای رخش نیست. آنها بعد جنگ های طولانی از اسب فرود آمدند و جنگی تن به تن شروع کردند و اینا اسب های بی سواره رو که میبینند نگران میشوند که چه حادثه رخ داده است. نزدیک میروند. وقتی نزدیک میرود لشکری زواره با لشکری پشوتن برادر اسفندیار روبرو میشود و در اونجا گفت و گذار و جدال بین دو لشکر شروع میشود که به جنگ آمادش میشود، به جنگ پیوست میشود و برخی از لشکر زابلی ها را لهراسپیا میکشند تا اینکه زواره وارد جنگ میشود و در همین درگیری که بین همون نیروهای اسفندیار و رستم رخ میدهد، دو تا فرزند اسفندیار یعنی نوشازر و مهرنوش هم کشته میشوند و پشوتن به میدان نبرد میرود و این خبر را به اسفندیار میرساند که ایرانی ها، زابلی ها خیانت کردند و ما حمله کردند و دو فرزندت کشته شد. بعد اسفندیار به رستم میخروشد که این خیانت را تا انجام دادی و رستم قسم یاد میکند که این کار را او نکرده است و از لشکری هم دعوت نکرده است و میگد اگر که شما راضی باشید من زواره و فرامرز را به جای فرزندان تو به شما تحویل میدهم و شما هر کاری میخواهید با آنها انجام دهید. که اسفندیار قبول نمیکند و پشوتن دستور میدهد که تابوت آنها را تیار کن به ایران بفرست و بگو به گشتاس برسانند که این است آنچه که میخواستی گرفتی. یعنی اسفندیار حس کرده بود که قصد گشتاس از روان کردن او به جنگ رستم کشتن اون است و او گفت این نشانه های خواست های است که همین را میخواستی حالا برگیر و باز میگه جنگ را بعد این با رستم ادامه میدهد و میگه همون فردوسی تصویر میکند که چگونه رستمی پیر با اون همه زخم از دریای هرمند گذشت به سمت زابل رفت. بسیار حالتی غمگینانه دارد تصویرش. وقتی او به زابل خودش رو میرساند، وقتی زال و فرامرز و زواره و مادرش رودابه و این احوال رو میبینند گریه و زاری میکنند و
بسیار در حالتی سنگینی بود و بناچار زال تدبیر اندیشید، به یادش سیمرغ رسید و سیمرغ را فریاد کرد و سیمرغ را فرا خواند. سیمرغ آمد و زال را، رخش را طبابت کرد، رستم را توبت کرد، مرهم کرد، تمام دردهاش درمان یافت. و بعد مسئله این شد که حتی سیمرغ، حتی زال بر این نظر بودند که باید رستم اسفندیار کشته نشود. و خود سیمرغ میگوید که اگر اسفندیار به دست کسی کشته شود، همون آدم بدبخت می شود، عاقبت بسیار سختی گرفتار می شود، او را در آینده گرفتار می شود. تمام کوشش و تلاشت را انجام بده و اسفندیار را متقاعد کن که از جنگ دست بکشد و کشته نشود، زیرا کشته شدن اسفندیار بدبختی بسیار کلان برای شما و زابل می‌آورد. خلاصه این نصیحت ها را به گوش میگیرند و فردا رستم مثل یک پهلوانی که جوان سالم سوار رخش به نبرد اسفندیار می‌رود. اسفندیار با این خیال که رستم شاید دیگر بر نگردد، با این همه زخم‌هایی که او خورده بود شاید زنده هم نباشد، خوابیده بود. هنوز تا نیم روز خوابیده بود که رستم به نزدیک دریای هرمند، از دریای هرمند گذشت و بانگ زد که ای پهلوان کجایی، چرا نمی آیی؟ من به میدان نبرد آمدم. وقتی پشوتن اسفندیار را بیدار میکند، اسفندیار حیرت زده می شود. چی سر است؟ چیه؟ که اینجا یک سیری هست، چون با آن زخم‌های کاری که من به او زده بودم او نباید زنده مانده نداشت. نه اسفندیار راضی نمی شود، نه رستم راضی نمی شود و ناگزیر جنگ دوباره در می گیرد. این بار رستم دیگر با توصیه سیمرغ همان چوبی که از درخت گز آورده بود و تیر آماده کرده بود، آن را آماده کرد و زیح کرد و کمان را کشید و این تیر در دو چشم اسفندیار جا گرفت و اسفندیار پهلوان بزرگ ایرانی بر زمین افتاد. و پیش از مرگ اسفندیار از رستم چیزی خواهش میکند؟ بله، اسفندیار وقتی پشوتن بر سر بالین او می آید و نفرین میکند بر همین تخت و تاج که همین باعث شد که پهلوان به این بزرگی خود را به کشتن داد، اسفندیار میگد این سرنوشت ما چنین بود و این خواست گوشتاس بود و گوشتاس همین را میخواست که من باید به دست رستم کشته شوم. بسیار یک داستان فرا و بزرگ و خیلی هم پر از سوز و گداز و نصیحت و حکمت و دیگر بخش های خردمندی و گمان میکنم که نمی یک داستان میتواند یک جهان خاصه را برای هر یک شنونده، هر یک بیننده تلویزیون سفینه پیشنهاد کرده باشد. منتظر هستیم که چون یک داستان زیبا را برای ما قصه نمودید. بینندگان عزیز خاطر رسان میکنیم که در صحبت ما بودند بهروز ذبیح الله، مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی، اکادمی ملی علم های تاجیکستان و ما صحبت داشتیم پیرامون داستان جنگ رستم با اسفندیار. تا صحبت دیگر شاد بمانید.